سلام، من النازم و در این سری از پادکست ها قراره براتون از داستانهای موسیقی بگم. کاملا خودمونی و بدون کلمات قلمبه سلمبه. این داستانها ترتیب خاصی ندارن و اگر داستانی برام جذاب اجرا میشه. اما در بعضی اپراها مثل اپرای فرانسوی خواننده با همراهی ارکستر اجرا میکنه که در این صورت به اون قسمت رسیتاتیو آکومپانیه گفته میشه. ولی یکی از مهمترین قسمت‌های اپرا که آریا نامیده میشه معمولاً مهمترین و جذابترین قسمت اپراست و تاکید زیادی بر روی هیجان مخاطب داره. آریا در لغت به معنی قطعات موسیقیه که به همراه آواز تک‌خوان اجرا میشه که در این اپرا قسمت آریای ملکه شب بسیار قطعه معروف و مهمیه. قسمت بعدی دعا هست که دو خواننده به صورت مکالمه آواز رو اجرا میکنن و معمولا خاتمه اپرا با قسمت کره که فرم آخر اپراست و نکته اخلاقی اپرا رو یادآور میشن. در این اپرا دو پرده اصلی داریم که هر کدوم از این پرده ها به صحنه‌های مختلفی تقسیم میشه که هر کدوم از این صحنه‌ها موسیقی مخصوص خودشو داره. اما داستان این اپرا به نسبت بسیاری از اپراهای دیگه داستان واقع گرایانه تری داره، اما جنبه‌های زیادی از تخیل هم توی اون دخیله. پرده اول به این شکل شروع میشه که یک شاهزاده مصری به اسم تامینو توی برهوتی توی چنگال یه مار غول‌پیکر گیر میکنه و از ناتوانی بیهوش میشه. اما همون لحظه سه بانوی سیاه پوش ظاهر میشن که ندیمه های ملکه شب هستن و مار رو از پا در میارن و صحنه رو ترک میکنن. اما به محض اینکه تامینو به هوش میاد مار رو در کنار خودش کشته شده میبینه و توی همین لحظه دومین شخصیت داستان وارد میشه که نماد سرخوشی و جسارت و خوشگذرونیه. اون شخصیت اسمش پاپاگنوه. پاپاگنو شغلش این بوده که برای ملکه شب پرنده صید میکرده. بعد از مکالمه این دو نفر دوباره سه بانوی سیاه پوش ظاهر میشن و میگن از طرف ملکه شب یه هدیه براش دارن و اون هدیه عکسی از دختر زیباروی ملکه شبه که اسمش پامیناست. اما به محض اینکه تامینو عکس پامینا رو میبینه ملکه شب ظاهر میشه و میگه دخترم رو نیروهای شیطانی دزدیدن و اگر بتونی اونو نجات بدی تو رو به دامادی قبول میکنم و یک فلوت و یک ساز کوبه‌ای به اونا میدن و میگن هنگام خطر این سازها رو به صدا در بیارین. در کنار اینها سه روح هم همراه شما هستن که شما رو راهنمایی میکنن. توی صحنه بعدی سه تا خدمتکار رو نشون میده که برای پامینا که توی چنگال اربابشون مونوستاتوس گیر کرده شکایت میکنن. اما در ادامه مشخص میشه که مونوستاتوس برای ملکه شب کار میکنه و به دستور ملکه دخترش رو زندانی کرده. اما پاپاگنو به پامینا میگه که باید بریم چون تامینو به تو دل باخته و برای پیروزی باید به اون بپیوندیم و توی نبرد خیر و شر تلاش کنیم که برنده بشیم. توی صحنه بعدی تامینو جلوی سه معبد قرار داره که برای رفتن داخل معبد 1 و 2 شک میکنه، اما راهبی با نوایی خالصانه در معبد 3 ایستاده و برای اون آواز میخونه تا تامینو وارد معبد 3 بشه. راهب از تامینو میپرسه اینجا چی کار میکنی؟ تامینو میگه ملکه شب به من گفته که شیطان صفتی به اسم ساراستروی پامینا رو زندانی کرده و من میخوام نجاتش بدم. اما راهب میگه ساراستروی شیطان صفت نیست و اون همچین کاری نکرده. تامینو توی فلوتش میدمه به این امید که پامینا رو در کنارش ببینه و وقتی پامینا کنار تامینو ظاهر میشه ناگهان مونوستاتوس و ملازمانش همون کسی که برای ملکه شب کار میکرده وارد صحنه میشن. در این بین ساراسترو همون کشیشی که تامینو فکر میکرد موجود بدیه مونوستاتوس رو به 70 ضربه شلاق محکوم میکنه و تامینو و پاپاگنو و پامینا وارد قصر میشن. گروه کشیش ها میگه باید برای کمک به تامینو کاری کنیم و اگر بتونه 3 مرحله آزمون رو از سر بگذرونه با هوش و ذکاوتش این نبرد رو هم برنده میشه.
توی صحنه بعدی مونوستاتوس همون خدمتکار ملکه شب روی سر پامینا ظاهر میشه، اما ملکه شب اون رو از صحنه بیرون میکنه و با دخترش با عصبانیت صحبت میکنه که من به تو یه خنجر میدم و برو ساراسترو رو به قتل برسون. و این قسمت مهمترین قسمت این اپرا هست به اسم آریای ملکه شب. در این بین ساراسترو وارد صحنه میشه و میخواد ملکه شب رو تنبیه کنه، اما پامینا از اون خواهش میکنه این کارو نکنه. توی صحنه‌های بعدی پامینا رو نشون میده که با خنجری که مادرش برای کشتن ساراسترو بهش داده خودکشی میخواد بکنه، اما اجنه و اون روح‌ها اون رو از کارش منصرف میکنن. در ادامه داستان با همراهی و کمک ساراسترو، پامینا و تامینو به هم دیگه میرسن و خیر بر شر و روز بر شب پیروز میشه. و در صحنه آخر ملکه شب و مونوستاتوس و غلامانش میخوان به اون معبدی که تامینو و پامینا توش هستن حمله کنن، اما ساراسترو این اجازه رو بهشون نمیده و اونها رو از اونجا دور میکنه و در آخر سرودی برای پیروزی خرد نماد تامینو، پاکدامنی نماد پامینا و جسارت نماد پاپاگنو میخونه. اما روایت هست که این داستان بر اساس نمادهای فراماسونری نوشته شده که در اون زمان موزارت عضو این انجمن بوده. حالا فراماسون چیه؟ این انجمن توسط هیروم ابیف معمار برجسته معبد حضرت سلیمان تشکیل شده و در واقع این کلمه یعنی فراماسون از 2 کلمه فرانسوی ایجاد شده، فرا به معنی آزاد و ماسون به معنی معمار که در کنار هم میشن معمار آزاد. در اواخر دوران قرون وسطا استادایی که معماری اون زمان رو انجام میدادن برای مخفی نگه داشتن اسرار معماری و جذب سنگ تراش‌های مبتدی و آموزش اونها تو رده‌های کارآموز، همکار و استاد به کار خودشون ادامه دادن و این انجمن رو تأسیس کردند که رازهاشون رو مخفی نگه دارن. اما نکته جالب اینه که اونها در اون زمان از طرف واتیکان حق محفوظ نگه داشتن اسرارشون رو گرفتن. به همین دلیل خیلی از روشنفکران و هنرمندا در اون زمان عضو این انجمن شدن. اما در ادامه فعالیتشون چون در مقابل اختلاف طبقاتی ایستادن و عقاید لیبرال داشتن، به دشمن درجه 1 مذهبیون و کلیسا تبدیل شدن و اونها رو انجمنی شیطانی اعلام کردن. البته تمام اینها در حد تئوریه. مثلا به عقیده اونها ملکه شب در این اپرا نماد ماریا ترزا بانوی امپراتوری رومه که دشمن فراماسونری بود و اون رو در اتریش ممنوع کرد. مهمترین نمادهای این گروه پرگار، گونیا، حرف جی و چشم نظاره‌گره که این چشم به معنی چشم شیطانه که با پرتوهای نور احاطه شده و نظاره‌گر بشریته. گونیا نماد کردار انسان، پرگار به معنی محدود کننده حریم انسان و حرف جی مخفف کلمه گاد به معنی خداست که در نهایت میشه گفت اساس و عقیده این گروه بر پایه ریشه مذهبی و اخلاق گراییه.
اما اینکه چرا فراماسونری در ایران منفوره، طبق معمول تمام ماجراهای توی ایران به انقلاب 57 برمیگرده که بعد از انقلاب فرمان زندانی کردن و اعدام تمام فراماسون‌ها در ایران داده شد، چون همسو و همراه با ایده های 57یا نبود. اما یکی از نمادهایی که توی این اپرا به کرات تکرار شده عدد 3 هستش که در فراماسونری معنی و نماد بسیار مهمیه. در این انجمن عدد 3 در بیشتر آموزه های اونها خودشو نشون میده. مثلا 3 درجه فراماسونری که از درجه 1 که پایین ترین درجه است و برای کارآموزا استفاده میشه تا درجه 3 که برای اعضای ارشد استفاده میشه. یا نماد 3 مرحله بدن، ذهن و روح. و در بسیاری از آموزه های این گروه عدد 3 نماد پایه‌ای از ساختار، تعادل و آموزه های اخلاقیه. در این اپرا عدد 3 نقش مهمی داره، مثل 3 خدمتکار ملکه شب، 3 روح، 3 معبد، 3 آزمایش و در نهایت 3 شخصیت اصلی که هر کدوم نماد یکی از رفتارهای بشری هستند. در رابطه با موسیقی این اپرا که گام می بمول ماژور داره، دارای 3 علامت بمول در سرکلید هستند. در طول قطعه 3 آکورد دائم تکرار میشه. آکورد اول یعنی می بمول ماژور که در حالت ساده پایگی قرار داره و نشون دهنده سادگی شاهزاده تامینو هست که بدون هیچ نیت بدی داستان رو شروع میکنه، اما با نیروهای شر روبرو میشه و با سادگی هرچی که اون 3 زن و ملکه شب بهش میگن قبول میکنه. آکورد دوم آکورد دومینوره که نشون دهنده اندوه و تردید تامینوره. داستان دقیقاً زمانیه که مفاهیم خیر و شر برای تامینو سوال ایجاد میکنه و در مورد این مفاهیم تردید میکنه که این آکورد در موسیقی این اپرا مفاهیمی مثل خیر و شر، روز و شب رو با موسیقی پیچیده به گوش شنونده میرسونه و آکورد پایانی که می بمول ماژور هست نظم رو به موسیقی اپرا برمیگردونه. یعنی همون آکوردی که موسیقی باهاش شروع شده، اما طوری نواخته میشه که نوتی که توی ابتدا در اکتاو پایین و بم صدا میده در اکتاو بالاتر و صدای زیرتر نوشته که حالت پیروزی خیر بر شر یا پیروزی روز بر شب رو نشون میده. این دقیقاً مثل وضعیت تامینوه که با پشت سر گذاشتن آزمونها توازن رو به قلمرو برمیگردونه، در حالی که قوی‌تر، عاقل‌تر و کامل‌تر شده. اما در مورد یکی از مهمترین قسمت‌های اپرا یعنی آریای ملکه شب، یه داستان جالب هست که این آریا توی فیلم آمادئوس محصول سال 1984 اینه که یه روز مادر زن موزارت که صدای قشنگی داشته با موزارت دعواش میشه. دائم غر میزنه و در حالی که داشته داد میزده موزارت ایده ملودی این آریا به ذهنش میرسه که در نوع خودش داستان جالب و جذابیه.
اما اگر بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم و از منظر موسیقی قسمت آریای ملکه شب رو گوش بدیم، متوجه میشیم که تک‌خوان این آریا باید مهارت خارق‌العاده‌ای در اجرا داشته باشه. چرا؟ در قدم اول اگر دقت کنیم هیچ میکروفون اضافی یا تقویت کننده صدایی در صحنه وجود نداره و عملا خواننده با قدرت صداش ملودی رو به گوش شنونده میرسونه، با اینکه میکروفون هایی برای ضبط صدا هست، اما اگر دقت کنیم هیچ تقویت کننده صدایی روی صحنه وجود نداره. توی این قسمت باید حال و هوای بیان قطعه حفظ بشه و اون ترسناک بودن حالت اجراست که کاملا به مفهوم شعر یا همون دستور کشتن ساراسرو از طرف ملکه شب به پامینا دخترشه. توی قسمت اصلی آریا پرش‌های زیادی توی فواصل وجود داره یا نوت‌هایی هستن که در محدوده صوتی بالاتر یا زیرتر قرار دارن و درست بعد از اینها نوت‌هایی هستن که بمترن و فاصله زیادی با هم دیگه دارن، اما باید ولومشون یا به عبارت دیگه شدت بلند و کم بودن صدا رعایت بشه. این کار برای اجرا بسیار کار سختیه و جالبه که بدونید برای تولید صداهایی به این زیری در محدوده صوتی بالا تارهای صوتی باید کشیده بشن و در کنارش با لرزش تارها این صدا رو تولید کنن. اما اگر نوت بلند و کشیده باشه مهارتیه که میشه به دستش آورد. اما توی این آریا نوت‌های استکاتوی زیادی وجود داره که کار رو بسیار سخت میکنه و همه چیز بسته به تکنیک خواننده است. اما در آخر به عنوان یک نوازنده ساز فلوت اگر بخوام بگم، به اون مقداری که اسم اپرا جلب توجه میکنه در مورد ساز فلوت، این ساز نقش زیادی توی این اپرا نداره. درسته که خیلی جاها نواخته میشه، اما اسم این اپرا به نام فلوت سحرانگیز دلالت بر این نداره که حتما با قطعات بسیار زیاد و بسیار پیچیده ساز فلوت روبرو هستیم. نه، صرفا نامگذاری این اپرا از روی داستانش بوده و وجود اون فلوت سحرآمیز توی داستان باعث شده که این اسم رو داشته باشه. در نهایت تمام این چیزهایی که گفتم میتونه روایت باشه و داستانهایی باشه که از قدیم به ما رسیده و کسی نمیتونه الان دقیقاً اثبات کنه که موزارت سعی داشته که نمادهای فراماسونی رو توی این اپرا نشون بده یا اصلا عضو این انجمن بوده یا اصلا این انجمن به این شکل اون موقع وجود داشته یا نه. صرفا تمام اینا روایت و ما فقط میتونیم از اینها به عنوان یک روایت استفاده کنیم. اما در کل باید بگم که یکی از مهمترین آثار موسیقی کل تاریخ بشریت این اپرا، به خاطر اینکه هارمونی های پیچیده، فواصل پیچیده و نوع اجرایی که آهنگساز از نوازنده و خواننده میخواد این اپرا رو خاص کرده. میشد آریای ملکه شب رو 2 اکتاف پایین‌تر نوشت، راحت تر نوشت، لگاتو نوشت، خیلی مدل های راحت تری میشد اجرا کرد، اما اینکه آهنگساز ترجیح داده که به این شکل بنویسه و از خواننده درخواست کنه که همچین چیزی رو اجرا کنه، در نوع خودش به نظر من بسیار ارزشمند. حتی یه بنده خدایی هم بود میگفت که موزارت اول اینو نوشته و بعد به خودش گفته که اصلا من ربطی نداره، بالاخره یکی پیدا میشه که اینو اجرا کنه و خب اگر هم اینجوری باشه واقعا هم همچین اتفاقی افتاده و میبینیم که الان خیلی ها میتونن اجراش کنن. به این معنی نیست که چیز ساده‌ایه، به این معنیه که خواننده تکنیک بسیار بالایی داشته باشه. اما در نهایت اثریه که میشه سالها در موردش مطالعه کرد، سالها در موردش خوند و به چیزهای جدید دست یافت. ممنونم از اینکه تا اینجا با من بودین و با به اشتراک گذاری این پادکست به ادامه این مسیر به من کمک کنین. ممنونم از